سلام دوستان، برای وارد کردن کد مرس امروز روی این قسمت 3 بار کلیک کنید یا همون لمس کنید 3 بار پشت سرم و این صفحه براتون میاد. کد مرس امروز رو براتون گذاشتم BTC است و هر حرف ترکیبی از خط تیره و نقطه است. کلمه حرف B متشکل از خط تیره، یک خط تیره و 3 تا نقطه است. برای خط تیره گذاشتن فقط کافیه صفحه رو، حالا این قسمت از صفحه رو لمس کنید و نگه دارید. خب میبینید که خط تیره برامون به نمایش در اومد. بعدش 3 تا نقطه باید بزنید. حالا چرا برای ما B نیومد حرف B؟ به خاطر اینکه باید پشت سر هم انجام بدیم. من فقط اولش توضیح دادم که بدونید با نگه داشتن خط تیره و با ضربه زدن نقطه میتونید بذارید. خب الان کد مرس ما BTC است. حرف B یه دونه خط تیره و 3 تا نقطه است. حرف C یه دونه خط تیره و حرف B یه دونه خط تیره با 3 تا نقطه، حرف T یه دونه خط تیره و حرف C یه دونه خط تیره، یه دونه نقطه، یه دونه خط تیره دوباره و یه دونه دوباره نقطه است. خب من اینو میخوام اینجا بزنم. حرف B رو میزنم. خط تیره 3 تا نقطه. حرف B برامون نمایش در اومد. حالا حرف T یه دونه خط تیره. خب حالا حرف C یه دونه خط تیره، یه دونه نقطه، یه دونه خط تیره، یه دونه نقطه پشت سر. خب میبینید که ما الان موجودی ما چقدر بود؟ 49 میلیون. خب کد مرسمون رو به راحتی دریافت کردیم و الان میبینید که من 1 میلیون همسه رو دریافت کردم و به همین راحتی میتونید روزانه به کانالمون مراجعه کنید و کد مرس رو دریافت کنید و به همین طریق 1 میلیون همستر رو دریافت کنید. خیلی ممنونم. اگر خوشتون اومد به دوستاتون هم ارسال کنید.